نصیحت مادرم میگفت تا این وقت خواب کن البته با پهلوی راست. آن همه کاری که نیت میکنی سر بکن با قوه و بازوی راست. نور را دایم با دستی راست گیر، پوش اول آستینی راست را. گر ببندی دستی راسته، دست چپ نه خیر دارد نه بقا. خورد بودم به خبر بودم هنوز، فرق بین دست چپ و راست چیست؟ خواب کردن سیر بودن مدعا در دست چپ و راست نیست. بعد فهمیدم مرادی مادرم زین نصیحت هاش دیگر بوده است. با چنین پند و نصیحت هاش بر من راستی را تربیت بنموده است. آدمی را گر خدا آرد نخست، آدمیت را کند مادر درست. مادری فرخنده شاگردی خداست، استادی درگاه کبریاست. سلام همراهان عزیز، اینک مرکز خیرت تصمیم گرفته است که آزمونی را تحت عنوان اندر ثنای مادر بخشیده به روز گرامی داشت مادران عزیز برپا نماید. این آزمون در دو بخش عبارت است، بخش نظم و بخش نثر. شما در بخش نظم می توانید آن همه پارچه های شعرین، رباعی، قصیده، غزل و عموما پارچه های نظمی و در بخش نثر باشد قصه، حکایه و اندیشه‌ای که بخشیده به مادران هستند می توانید در نزد دوربین تلفن های خود ثبت نموده به نشان خیرتباد در تلگرام بفرستید. در این آزمون اعضای حکمان اشتراک می کنند و طرز شعرخوانی، مضمون و کامنت و لایک ها به نوبت گرفته می شوند. نفرانی که در این آزمون سزاوار جای اول می گردند سزاواری 500 سومون، جای دوم باشد 300 سومون و جای سوم سزاواری 200 سومونی می گردند. در مجموع 2 تا جای اول، 2 جای دوم و 2 تا جای سوم. به همین شما برار می خواهیم شتابید و در این آزمون اشتراک کنید.